بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما همه عزیزان را در این مجلس مبارک منور و مجلس قرآنی خوش آمدید میگویم. از الله جل و علا شانه دعا میکنم که الله جل و علا شانه این مجلس ما را مجلس خیر و برکت بگرداند و به خیر مرتب فرماید و به این مجلس ما و شما باور داریم که با اساس فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحال زیر سایه رحمت الهی هست. رسول کریم صلی الله علیه و سلم ایرا فرموده که هیچ مجلس قرآنی نیست که در یکی از خانه های الله رب العالمین برگزار میشه مگر ای که الله رب العالمین اونا را در رحمت خود قرار میدهد. فرشته های رحمت در اطراف اونا قرار میگیرند و ذکر مجلس بنزد او مجلس مبارک که بنزد الله رب العالمین هست ذکر اینا میشوند. عزیزان گرامی، اما معذرت میخواهیم که شما را 10 بجه زحمت داده بودیم و تنظیم و ترتیب قسم شد که کمی وقت ما در مصرف شد و الخیر فيما وقع، الخیر فيما، شاید دی خیر بوده شما این تشویش را نداشته باشین. کارهای انسانی گاهی چی میشه متاثر میشه متأخیر میفته، لیکن انشاءالله ما سخت امیدوار هستیم که هم برادرای عزیز ما و هم خواهرای محترم ما با امو نشاط هستن، امو انشاءالله با اصطلاح با امو جذبه و با امو احساس قرآنی و ایمانی هستن که تشریف آوردن. عزیزان گرامی، ما به عنوان مقدمه خدمت شما 2-3 عرایض داریم. اولین عرض ای است که همه ما و شما به ایمان و باور داریم که به عنوان آخرین پیام، مکملترین پیام، پیامی که ضامن سعادت دنیا و آخرت همه ما و شما هست و قرآن کریم است. به باور داریم انشاءالله. به باور داریم که امی قرآن کریم در با قسمی که نازل شده با امو قسم من و عن موجود است، محفوظ است. و به این باور و ایمان و عقیده داریم که امو تغییر که قرآن کریم در صدر اول آورده توانست، در قرآن کریم امو استعداد و توانایی هست که امو تغییر را امروز در قرن 21 هم ایجاد کنه. به باور و ایمان و یقین داریم. این یک موضوع. موضوع دوم این است عزیزان گرامی که او تغییری که قرآن کریم آورده بود او چی بود؟ انسانا را تغییر داد، معتقدات و افکار اونا را تغییر داد، اخلاق اونا را تغییر داد. یعنی از انسانایی که در وقت نزول قرآن کریم بودن بالکل انسانای دیگری از اونا جور شدن. حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه، حضرت حمزه رضی الله و صدها و هزارها صحابه کرام پیش از نزول قرآن کریم چه قسم بودن و بعد از نزول قرآن کریم از اینا چه شخصیت های جور شدن. کی تغییر را قرآن کریم وارد کرد وقتی که اینا توسط جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدرسه نبوت توسط قرآن کریم اینها تربیه شدن. از اونا شخصیت های جور شد که در ظرف 100 سال اونا بیشتر از نیمه کره ارضی را قیادت و رهبری میکردن، در حالی که در اونا مشکلاتی بود پیش از نزول قرآن کریم که از زمین وضعیت ما و شما بسیار بدتر بود. یعنی ما خود تبال کدام مثال ندیدیم که در مسلمان ها کسی یک طفل زنده خود را بگور کرده باشه. اونا این کارم میکردن، لیکن قرآن کریم چی قسم تغییر آورد؟ چون به جان رفت جان دیگر شد.
جان چون دیگر شد جهان دیگر شد. عزیزان گرامی، گپ سخن سوم ما ای است که امو قسم که او انسانا به قرآن کریم ضرورت داشتن، فی الحال همه ما و شما من حیث افراد، من حیث مؤسسات، من حیث خانه ها، من حیث اجتماع، من حیث سیستم و نظام امو ضرورت داریم. زیرا که ما بسیاری از نسخه ها را یعنی ازمایش کردیم، لیکن به اساس فرموده جناب امام مالک رحمت الله علیه که لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، آخرین امت توسط امون نسخه جور میشه، اصلاح میشه که اولین امت را اصلاح کرده هست و نسخه همانا قرآن کریم و سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اون در حقیقت وحی است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سخن چهارم ما ای است عزیزان گرامی به عنوان مقدمه که ما و شما مسلمانا فی الحال از قرآن کریم دور شدیم، فاصله داریم. شاید شما بگوین که همه ما معلم قرآن هستیم، آره هم صنف را ترک کرده اینجا آمدیم، شما چطوری گپ میزنین؟ شما شاید بگوین که از قرآن کریم چطور دور شدیم. سابق در یک خانه یک نسخه پیدا می شد، آله در هر خانه 10 و 15 و 20 نسخه و چاپ های بسیار خوب قشنگ و زیبا موجود است. او را چی میکنین که در موبایل هر یکی ما و شما اینجا کسایی که است البته قرآن کریم موجود است، صوتی هم موجود است و لفظی و چی هم موجود است. وقتی که از منهج الرسول صلی الله علیه و سلم می امت دور شدن در قرار و در فیصله و در چی، موضوع ای شد که استا قرآن کریم به طرف حاشیه رفت و گپ به حد رسید به گفته علامه محمد اقبال رحمت الله علیه که تو را کار با آیاتش جز این نیست که از یاسینی آسان بمیری. خبر امور سرخلاص شد. کار ما و شما مسلمانان امیمان که یاسین شریف را بخوانیم و آسان بمریم. این یاسین خو به این خاطر نازل شده بود که ای را بخوانیم، ای را بفهمیم و ای را تطبیق کنیم و آسان زندگی کنیم، آسان نمریم و به دیگران نوید و مژده زندگی باشیم، به دیگران هم روزنه های امید را باز کنیم. عزیزان گرامی، به حد موضوع رسیده، به حد که آل خب ازم الحمدلله کمی بعد از همی هجرت و همی جهادا موضوع چی شده و اگر نه هر نابینا را مردم قاری می گفتن وسی مرتوی پرسان کردیم یک حافظ کل قرآن را حفظ کردن، نه میگه از چشم حافظ است، از چشم حافظ است. یعنی معنیش است که کسی که صحیح و سالم و مستعد است و باید دیگه تخصصات را یاد بگیره، کر و کور شل و شوت ای باید قرآن را یاد بگیره. و این خاطر هر کور را مردم قاری میگوید. با ما قصه کردن که در خانه اجی صاحب قاری صاحب را به ختم آورده بودن و خانه او را از چی دید که کل اتفاقا کلشان چی بود، نابینا بود. یک به دیگه گفتن که قربانی قرآن شویم، هر کسی که را یاد میگیره کور میشه، قربانش شویم. این تصور است، تصور بود. یعنی عجیب است. با ما یک استاد گفت که پیش ما آمد یک کسی که آقا صاحب در پاره چندمی قاری صاحبا کور میشن، در پاره چندم. این تصور عام تصور است. این خواجی صاحب وردک را خداوند خیر بده که کم یک مدرسه کمی معیاری جور کرده و چی کرده. خو وقتی که در مورد قرآن کریم تصور امتی باشه و چی تغییر بیاره؟ فی الحال اگر ما و شما صدای تلاوت را بشنویم، همه ما و شما بگیم خدا خیر کنه که باز کسی مرده. وقتی که تلاوت قرآن کریم نشانی مردن باشه
و نشانی زندگی نباشه و چی تغییر در زندگی ما شما میاد و طبیعی است از دور میشه مردم از دور شده میاد. وقتی که یک کسی به این ارزش قائل نیست که 1000 افغانی فیس به یک قاری صاحب به یک مدرسه چی بته به قرآن کریم ولی به انگلیسی و به مکاتب چی دلاری فیس میته طبیعی است به او باور نداره به او باور داره. دامی وضعیت فقر فی الحال در کابل مکاتب است که مردم به دلار فیس میته ولی امو طفل وقتی که در مدرسه و در حلقه قرآن کریم بیاید او 100 افغانی نمیته میگه قاری صاحب را خدا بزنه کل پول ما را میخورده و اونجا هیچ حساب نداره اونجا هیچ محاسبه نداره. خو این وضعیت است. ما این کتاب هدایت بود هدن هذا بیان للناس و هدن یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و هدن ان هذا القرآن یهدی. ما شما کدام مثال خو به ما بگوین که کدام روز قرآن کریم را باز کرده باشیم و ببینیم که در این صفحه هدایت برای ما در کجای این صفحه هست نیست. تلاوت همو 10% که است و تلاوت میکنه لیکن ای که ای به عنوان هدایت نامه به کسی رجوع کنه ما شما بسیار کم مثال داریم. عزیزان گرامی وضعیت تعامل با قرآن کریم در نظام تعلیمی چی هست؟ در سیستم معارف فی الحال 10 میلیون طفل است. در 10 میلیون طفل که 12 سال به مکتب میره و میآید چند فیصد قرآن خوان میبره؟ شما به ما بگوین چند فیصد؟ 2% از صنف 12 که فارغ میشه از قرآن کریم چند فیصد قرآن خوان میبره؟ نمیبره. اینا 2% گفتن شاید 2% این جهد شخصی امو 2% هست. خب سیستم اونا را قرآن خوان نساخته. سیستم خوی قسم میسازه درس تعلیم قرآن کریم اینا به مسلکی بودن ضرورت داره و نه به تخصص. کدام قصاب کدام دهقان کدام دکاندار و معلم قرآن است. او که در صنف میآید به طفلا میگویم بچیم فوتبال بکنیم 12 سال با ای تیر میشه. از اونجا که فارغ میشه او هیچ چیز یاد نگیره هیچ چیز را یاد نگیره. خب ما شما از مرحله تیر شدیم و باز نمره رم 100% میگیره در امو مضمون چی نمرم کم نمیشه 100%. این ظلم نیست؟ در 12 سال وضعیت مدارس از او بهتر نیست. حالی اگر کمی خوب شده بعضی مدارس الحمدلله استثنایی جور شده و اگر نه ما مدرسه که خواندیم مثلا 35 سال پیش یعنی قرآن کریم فقط امو 40 روز در 8 سال با او 40 روز تخصیص شده بود. 5-6 سال به نام فنون و فلسفه و منطق و این چیزا بود و صرف و نحو و در 1 سال دوره حدیث و در 40 روز میگه دوره تفسیر میشه. بس در 8 سال که انسان 40 روز به قرآن میته که چی قسم به قرآن باور داره که مشکل ما حل میکنه؟ عزیزان گرامی این مشکل است. تعامل ما سبب دوری از قرآن شده. شما خو اهل قرآن هستین الحمدلله. شما کمی بیرون از امی شریحه پرسان کنین دکتر انجینر متخصصین تخصصات جدید از او که پرسان بکنی که قرآن را یاد داری تلاوت کرده میتانی و بسیار تعجب میکنه که ما یک انجینیر از ما میخواید که قرآن یاد داشته باشه. او تعجب میکنه بجای که تو تعجب بکنی او تعجب میکنه. ما خو باید دلار چاپ کنیم صاحب دکتر هستیم و قرآن کریم خو کاری قاری صاحب است مردم همیطور خشره پشره همیطور چی همی تعامل است. این تعامل ما شما داریم که با او 100,000 معاش داره و او معلم و معلمه قرآن 10 و 15,000 و 10 و 15,000 هم بسیار کم جای میته وگرنه در حلقات چی خود 2,000 و 3,000 و 5,000. خو این تعامل است.
این تعامل را که درست نکنیم این طور نمیشه که ما امو جایگاه قرآن کریم را اعاده بکنیم. کاش که ما و شما به امی قسم باور می داشتیم در بین اطفال خود امو تعداد اطفال که استعدادشان بیشتر است اونا را به قرآن کریم تخصیص می دادیم که اونا ترجمانی درستی از این کتاب را می کردن. کاش که نظام های ما قائل می شدن به حفاظ قرآن، به علمای قرآن که با اونا امتیاز می بود، امتیازات خاص می بود و شما می دینید که چقدر مردم رو میارن. عزیزان گرامی و علت دوم ای فاصله ای است عزیزان گرامی که کل مضامین در ابتدای سال با متدهای جدید تدریس میشه، تعلیم داده میشه. مؤسسات مختلف متدهای جدیدی کیمیا و بیولوژی و فیزیک و ریاضیات را چی میکنه. فقط مضمون قرآن کریم است که به این متد ضرورت نداره. فقط در یک متد است در محلقات مساجد که است. نمیفهم در مدارس شما چی وضعیت است. حاجی صاحب وردک زدن و کندن را منع کرده، یعنی یک چوب دراز و دو پایپ، این متد است. بس چوب دراز صرف قرآن کریم تو فکر میکنی که این چی هست؟ سجن است، بندیخانه هست. در بعض جایی این دیده شده که اطفال از پای بسته میشه به زنجیره، چرا که به قرآن خواندن آمده. مجرم بزرگ است، بسیار عجیب است. هفته گذشته ما در لغمان بودم، همین قسم یک مجلس بود. یکی از امو استاذا قصه خود را کرد. او گفت که هر کس از خود قصه داره، بعضی مردم قصه میکنه و بعضی نمیکنه. میگه مامای ما استاد ما بود، قاری صاحب بود و پدر ما بسیار به شوق مرا مدرسه داخل کرده و او مدرسه که رفتیم میگه که درخت ربڑ میگه ربڑ سی امی چوکیلا سوی یعنی کلان اونجا بود و شروع کرد دور بالای ما شکست. امی سوم که گرفت ما گریختم و امی که گریختم بس قرآن را ندیدیم. میگه خانه که آمدیم میگه مادر کلان ما گفت که کالا را چیکو که پشت ما را دید قدر چی شده بود. شب که پدر ما آمد گفت که توی پسرت میکشی یا ایر حافظ میسازی؟ میگه پدر ما گفت که هیچ تیر از امی قرآن. چقدر مردم است که قاری صاحب محترم او را از قرآن متنفر ساخته. چقدر مردم است. این استفاده که شما میبینید یک بار همیشان به مساجد و چی رفته، لیکن ما امو تعبیر میگویم که اینها قرآن زده شده به این معنی که سر قرآن لط خوردن و امی که گریختن باز درون آورد. عجیب است. او قرآنی که به الرحمن الرحیم شروع میشه، اونجا شفقات، مهربانی، ترحم و از این آغاز میشد. مردم تشویق میشد، متدهای جدید با کار میرفت که مردم قرآن را یاد بگیره. این 90% فاصله را شما چطور از بین میبرین؟ این کار آسان است. عزیزان گرامی، ما و شما به این خاطر امروز ششتم آمدیم. الله رب العالمین جناب حاجی صاحب را عمر با برکت و طولانی نصیب فرماید که زمینه را مساعد کردن. اول خو این مرکز علم و تربیت و مرکز قرآن را و مراکز قرآن که اینا دارن، الله رب العالمین له برکات نصیب فرماید و جهودشان را الله تعالی قبول فرماید. ما و شما امی دو عوامل را باید برطرف بکنیم و قرآن به معنی واقعی ایمان داشته باشیم، معنی واقعی و با امو قدر و ارج برش قائل شویم و سر متدها کار بکنیم. متدها، تکنیکا. حالی خود شما میفهمین، شما به تعمیر منزل 5 بالا میشین، یک زینه داره، لیکن شما میگوین که اینا میطور بالا میشین بدون زینه. خب بسیار مشکل است. عزیزان گرامی، این برنامه شروع شما این آیت موجود است. اساس این برنامه این آیت قرآن کریم است و اینجا موجود است.
همه تانی آیت را بخوانین. فهل من قرآن کریم این آیت تا در سوره قمر 4 بار ارشاد فرموده و با لام تاکید و با قد تاکید ایره فرموده که این قرآن کریم را ما آسان قرار دادیم. آسان است. بری چی آسان است؟ للذکر. ترجمه ذکر را چی میکنن مردم؟ پند و نصیحت. درست است، یک ترجمه قرآن کریم پند و نصیحت است، لیکن اگر شما به قوامیس قرآنی و لغتنامه‌ها رجوع بکنین، ذکر چندین معنی داره و مفسرین ایرا ذکر کرده. از او جمله یک معنی او یاد کردن قرآن است، یادگیری، هم از لحاظ نطق و تلفظ درست یعنی روحانی و هم به اعتبار حفظی آسان است. به اعتبار پند و نصیحت خوب این معنی آسان است. اگر شما در مورد یک آیت صحبت بکنین و سامعین شما شخصیت های مختلف باشه به تخصصات مختلف، اگر شما از این آیت صحبت بکنین هر کس او را میفهمه با مو مستوای خود. این طور کسی نمیمانه که ولی ما خوی چیز نفهمیدیم. بالعکس اگر شما از یک تخصص دیگری صحبت بکنین او را امو مردم میفهمه که تخصصشان است. شما اگر از ریاضیات اینجا کدام به بعضی فرموله هایش ذکر کنین او را امو شاگردان میفهمه که ریاضی را درس خوانده یا معلم هستن یا چی. اگر شما از کیمیا یا از بیولوژی صحبت بکنین او را امو مردم میفهمه که شاگرد است او را خوانده. لیکن قرآن کریم اینطور نیست. شما در مسجد در یک حلقه قرآن کریم از آیه قرآن کریم صحبت بکنین کل مردم او را میفهمه، به شرطی که صحبت در روشنی او آیت باشه. اینطور نباشه که آیت را بخوانین و گپای خود را دیگه بزنین. او را مردم این آسان است. از لحاظ یادگیری آسان است. اگر به مو اندازه قرآن کریم به شما یک کتاب انگلیسی داده شود که را حفظ کنین، حفظ کرده میتونین؟ به خاطر نمیتونین که اول خود زبان شما نیست. دوم ای است که ممکن نیست که شما انگلیسی را نفهمین او کتاب را بخوانین. قرآن کریم اینطور نیست. ما و شما عربی را نمیفهمیم، لیکن حتی در بین ما کسایی است که قرآن را از عربام خوب میخوانند. این آیت محکم است. ای که فرموده که ولقد یسرنا القرآن للذکر، هم من حیث فهم و هم من حیث یاد گرفتن. و یک مثال نیست، در این مجلس ده مثال هست. افریقایی را ببینین، ژاپنی را ببینین، چینایی را ببینین، هندی را ببینین، زبانش عربی نیست. قرآن را چطور یاد گرفته؟ به خاطر یاد گرفته که آیت کریمه محکم است. این به لام تاکید و قد تاکید اگر نمی گفت امیطور سادم اگر می آمد یسرنا القرآن ما او وقتم باور داشتم. فلهذا مبنای ای کار ما که امروز به شما پیشکش میکنیم ای آیت است و ما سخت باورمند هستیم به این موضوع که اگر شما عزیزان برادران و خواهران پشت امی کار استاد شوین و میتود را یاد بگیرین و در نتیجه او هر پدر و مادر معلم قرآن شوه، انشاءالله یک روز مدنی است که حالی خود شما گفتین که 90% فاصله هست، انشاءالله این فاصله 100% برطرف میشه انشاءالله. و شما خود دیدین که هر مسلمان مرد و زن او قرآن خوان است انشاءالله، زیرا که قرآن فرموده که یسرنا. پس قرآن که فرموده کل عالم بگویه که مشکل است، ما گپی او را قبول نداریم. گپی او کنسل است، باطل است، ناقابل قبول است. عزیزان گرامی، به امی خاطر بعضی سر این متدها وضع شده که با معلمین و معلمات محترم قرآن کریم ای شریک کرده شوه. او شاگرد ما که ناظره را در 2.5 سال، 3 سال، 4 سال تکمیل میکنه. به این متد اگر روزانه 4 ساعت وقت بده در 4 ماه تکمیل میکنه، مجود به تجوید. او عزیزان ما که تا به حال کسی 40 ساله و 50 ساله و
کسی 80 ساله 70 ساله شده معنای قرآن را نمیفهمه. به این متد در 19 روز 85% ترجمه قرآن را میفهمه. و موضوع تکنیک است و متد است. امیر ما به شما شریک میسازیم عزیزان گرامی. عزیزان گرامی اساساً دورنمای ای کار ای است که فاصله را ما با از بین میبریم، هم در ناظره و هم در فهم قرآنی کریم. و کار و وظیفه و رسالت ما ای است ما مدارس را جور کرده نمیتانیم. مدارس را حاجی صاحب جور کرده، مدارس را دیگه مشایخ و حاجی صاحبا جور کرده. ما معلمین را تدریب و ترینینگ داده میتوانیم که توسط مو دهها و صدها و هزارها مدارس الحمدلله موجود است، لیکن متد نیست. به اساس این متد که این ظرفیت لازم و مهارت لازم را معلمین و مدرسین قرآن به دست بیارن تاکه این فاصله را چی کنه. عزیزان گرامی در این مورد به مکاتب یک نصاب جور شده و خلاصه اون نصاب ای است که اگر از صنف آمادگی در صنف 5 هفته 2 ساعت درسی به او داده شود، از صنف 5 که یک شاگرد فارغ میشه مکمل مجود قرآن را یاد داره. 2 ساعت درسی 40 دقیقه‌ای. و برای مدارس نصاب جور شده در ناظره قرآن کریم اگر او را به شکل درست تطبیق کنه و 4 ساعت در روز درس بده او در 4 ماه تکمیل میکنه. اگر 1 ساعت برش وقت بده 1 ساعت و 15 دقیقه ای در 6 نیم ماه قرآن کریم را مجود ناظره تکمیل میکنه. حالی موضوع ای است که دایی چی متدای بکار رفت. طبعا این چی به پشتوم جور شده این نصاب و به دری هم جور شده. ما بعضی از امی متدهایی که دایی بکار رفته او را به شما شریک می سازیم و بعد از او انشاءالله به درس خود می پردازیم. نصابی که جور شده عزیزان گرامی و مشکلات موجودی که در سیستم تدریس ما و شما است او در نظر گرفته شده. و به او حلول پیشکش شده راه حلها. یک مشکل ما و شما ای داریم به شکل عموم که شاگرد در صنف می آیا لیکن ذهنن حاضر نیست. چطور او را حاضر بکنیم؟ یک مشکل ما ای داریم که تشویق نیست. پدر و مادرم که شاگرد را طفل خود را روان میکنه به حلقه قرآنی به زور و با پیش استاد محترم که می آیا اونجا مطلق زور است، چوب است. چطور ایراز بند؟ یک مشکل ما ای داریم عزیزان گرامی که در بعض مدارس استثناء است، مثلا این مدرسه مدارس زیاد که اگر در یک صنف 15 شاگرد است 15 درس مختلف داره و 15 شاگرد که است در حلقات قرآن کریم از 50 هم زیاد است. یک قاری صاحب است و 50 70 و 80 شاگرد است. نتیجه ای میشه وقتی که او یک شاگرد را پیش خود میخواه اگر 60 نفر باشه 59 شاگرد در بین خود چی میکنه؟ قصه میکنه، بازی میکنه، گوش یک دیگر را کش میکنه و دایی اثناء حاجی صاحب از بیرون میآید و اون یک چند قار خود میکنه که مسجد گدوت کردی و می حالت روان است. فلهذا ما این مشکل را به این متد حل کردیم. ای از یک سیستم مکمل است به نام TPI. این TPI مخفف یک جمله است Total Physical Instruction تاکه تعامل و تفاعل با عملیه تدریس نشوه فایده نداره. یعنی مثلا شما اگر این گیلاس باشه و این را سرچپه بگذارین و بعد از او به این پایپ بسته کنین که پر شوه، اگر کل ذخیرم خالی کنین این پر میشه؟ چرا نمیشه؟ نیست سرش واز نیست، سرچپه ماندگی است. اگر یک شاگرد پیش شما حاضر نباشه و شما 100 بار اونجا درس بخوانین و نتیجه نمیدن، به زور کار نمیشه.
تا که به رغبت، به شوق، به محبت نشوه. این سیستمی که یک چیزی که رایج است که در امی کابل ای است، یک پدر وقتی که شاگرد را به مدرسه میبره یک توصیه میکنه پدر محترم که گوشتش از تو و استخوانش، یعنی هر قدر که را زده میتانی مثل که این مجرم بزرگ است، این ناروا است، حرام است. گپ اگر استادی کار میکنه یو پدر به این تصور است، این به این معنی هست که از قرآن کریم مردم متنفر شود. چرا برش نمیگوید که این 1000 افغانی برات میتیم، امی هر روز که درس را خوب تر کرد 50 افغانی برش چی بته؟ جایزه بته. میگه گوشت مثل که او قصاب است که او گوشت فروش است. چی هست و این حال روان است، متاسفانه روان است. میتو عزیزان گرامی، صنف باید قسم فضایش ایجاد شود که او شاگرد از خانه در صنف خوش و بسیار مانوس باشه. فهمیدی؟ تا که این فضا ایجاد نشود در تدریس قرآن، در هر تدریس و خصوصا در تدریس قرآن کریم. عزیزان گرامی، یک موضوع دوم در اخیر شما اخیری اشاره چی بود؟ همه با هم به این معنی که در این میتود ای است که یک صنف که ایجاد میشه، مثلا 20 نفری یک صنف، 20 درس همهشان یک جای باشه. اگر 20 نفر است یک درس داشته می باشه. فهمیدین؟ لیکن اینجا چی است؟ مشکل ای است که شما خو الحمدلله مثل حاجی صاحب یک رئیس شفیق و مهربان دارین. در مساجد چی قسم است؟ یک شاگرد مثلا امروز چند اسد است؟ 28 29 است. 28 خودی روز بود، آزادی بود. با 29 اسد می آیا. یک شاگرد 10 روز بعد می آیا، یک شاگرد 20 روز بعد می آیا و او قاری صاحب همه را در امو صنف چی میکنه؟ شامل میکنه. طبیعت درسا چی می باشه؟ متفاوت است. لیکن متاسفانه او اداره و او استاد این فکر نکرده که چرا ما این کار میکنیم، چرا این مدرسه ما اداره نداره، چرا ما اعلان نکردیم با 20 اسد که با 20 تا 25 اسد داخله میشه، صنف جدید آغاز میشه، تا که تکمیل نشده باشد دیگه صنف را ما در این وقت نمیگیریم. چرا این کار چرا نمیکنه؟ بس هر کس که آمد در هر جای نتیجه ای میشه که او شاگرده را زیاد میکنه و اصلا نتیجه نیست. 60 شاگرد را در یک ساعت تدریس میکنه که 60 درس مختلف است. آیا این ممکن است که با همه درس جدید هم بگوید، درس سابقه را هم بشنوه و او را برش تصحیح هم بکنه؟ این ممکن نیست. لیکن اگر 50 نفر 60 نفر، اگر چی صنفه معیاری 20 25 تا 30 نفر از این بیشتر نباشه، اگر 30 شاگرد باشه و یک درس داشته باشه، امی کل یک ساعتش به همه یکسان تقسیم میشه و درس رم یاد میگیره، شوخی رم نمیکنه و صنفم کنترل میباشه و در اخیر نتیجه میبینه. فهمیدی؟ این تی پی آی که یک مکمل سیستم است که انشالله در این چی شما میبینید که چی شده. عزیزان گرامی، یکی از خصوصیت سیستم ای است، خصوصیت دوم، که حروف هجا اینطور تدریس نمیشه مثل که تدریس مروج است. اینطور نیست که الف با تا سا برو، سبا باز بیا الف زر آ بی زر با برو و امی برو است، برو نمیشه. بلکه یعنی حروف هجا که اساس ناظره قرآن و روخانی هست، این به 6 استپ تدریس میشه. شما میبینین که اول وقتی که شما یک حرف را تدریس میکنین، اول شما به او نگوین که چی هست، شما شکلی او را بیارین اینجا ویزان کنین. فهمیدین؟ الف هست یا با هست یا میم هست. با همه شاگردان بگوی که ایرا میبینین شکلی را. بعض وقتی که شکل او را دید، بعد از او نامی او است. این معلوم میشه به شما؟ نام. سه کنین، ما شما وقتی که ندیده بودیم
اصلا در مورد نام سوال پیدا نمیشد. اول انسان شکل یک چیزی را میبینه، شکل، مثلا شما شکلی را دیدین، حالا پیش شما سوال پیدا میشه خو یه شکل خود دیدیم نامی چی هست، فهمیدین؟ بعد از او که و این را ما به خاطر به شما میگویم که این کل به اساس تحقیقی چی شده، ریسرچ به اساس این طور نیست که این طور روایی است. وقتی که یک طفل شکل یک حرف را ببینه، بعد از اون نام او را ببینه، بعد از اون موضوع صدا می آید. چون که در قرآن کریم خو ما نامای حروف را نمیگیریم، صداهای او را میخوانیم. خو بعد از او امونجا که وقتی که شما صدای یک حرف را میگوین، امونجا برش مخرجش هم میگوین. این طور نیست که اول غلط بخوانه مخرج را نفهمه، 10 سال قرآن را غلط بخوانه باز بگوی که تجوید را باز پسند میکنیم. در این سیستم عزیزان گرامی ای است که قرآن خوانی برای یک روز هم جایز نیست که انسان غلط بخوانه، که اول غلط میخوانیم بعد از او تجوید میکنیم. بین قرآن خوانی و تجوید هیچ فاصله وجود نداره. یک چیزی که مشهور غلط است، مدارس و مکاتب ما رواج شده که اول قرآن کریم را غلط میخوانه، باز تجوید را چی میکنه؟ میگه دوره تجوید را باز پسند میخوانه. این طور نیست. در امو وقتی که شما یک حرف را برشان میگوین، امو وقت مخرجم برشان میگوین. شما وقتی که میگوین میم که زبر داشته میباشه، با او چی میگوینیم؟ ما. شما ما بگوی، امی لبهایتان به او نشان میتین. این ما که خواندن نه، امی مخرجش است. فهمیدین؟ که از روز اول او قضیه پیشش واضح باشه که خب بعد از او قدم چهارم ای است که این کل کارا که شما میکنین ای را در یک ترانه گنجانیده شده. او ترانه خوانده میشه در 40 یا 45 ثانیه و کل حروف به مخارجش تکرار میشه. ترانه است و شما میفهمین که زبان ترانه و زبان شعر بسیار دلچسب است به شاگرده. بسیار امی ملی سرود که ازی پیش بود، از این نظام کل طفلانه یاد نگرفته بود، به این خاطر که او چی بود، حتی اگرچه او پشتو بود خو کل مردم را یاد گرفته بود. بعد از او استپ اخیر که است عزیزان گرامی، این حروف که است این به اساس ترتیب صوتی تدریس میشه. به اساس ترتیب صوتی ما و شما دو ترتیب داریم. این ترتیب را شما میبینید، این ترتیب شکلی هست. عزیزان گرامی شما این را میبینین، این اشکال پیش روی شما که هست. این به چی شروع شده این ترتیب و به چی ختم شده؟ این ترتیب شکلی هست. ترتیب شکلی به این معنی که شما ملاحظه میکنین که با تا ثا یک شکل داره. با تا ثا یک شکل داره، فقط فرق در چی هست؟ در نقطه ها هست. با امی یک شکل که داره یک جای گذاشته شده. جیم ح خا میبینین که یک شکل داره، با هم گذاشته شده با امی قسم. لیکن یک ترتیب دیگه که هست ترتیب صوتی هست. شما میبینین این 4 حرف پیش روی شما هست، 4 حرف. این 4 حرف شما میبینین این به اساس صوت چی شده؟ م ب و ف از کجا ادا میشه؟ از لبها. اگر شما به یک شاگرد بگوین که حروف لبها اینجا پیدا کنین، یک را از یک جای میگیره، دیگر از دیگر جای، دیگر را از دیگر جای، لیکن در اینجا کلشان برش یک جای چی شده. از ث گرفته تا قا این 18 حرف که است از زبان ادا میشه، از سر زبان و از بین زبان و از طرف زبان، لیکن از زبان است. و بعض از ا تا به خ این کلش از حلق ادا میشه. فلهذا حروف را به این اساس چی شده تا که یک طفل از ابتدا مخارج را بفهمه. مخارج حروف که از کجا ادا میشه ابتداء به این واضح شده. در این سیستم عزیزان گرامی یک چیزی که به کار رفته و ای است که از آسان به طرف مشکل، به این معنی
که اول چیزای آسان را طفل یاد میگیره و بعد از او مشکل را یاد میگیره. شما در این ترتیب ملاحظه میکنین، در این ترتیب که ح از حروف کجا هست؟ حلق است. و شما میفهمین که حروف حلقی است همه حروف مشکل است و این در ابتدا است. لیکن میم که از تمام حروف آسانتر است، او در کجا هست؟ میبینید که در اخیر است. یعنی به این معنی که ح را وقتی که یک طفل میخوانه بسیار به مشکل یاد میگیره، استاد مو را لط میکنه، وقتی که به میم میرسه واق گریخته. فهمیدی؟ به خاطر که او چی هست؟ لیکن آسان را که یاد بگیره دو اعتماد به نفس پیدا میشه که آل مشکل را هم یاد گرفته میتوانیم. علمای لغت میگویند که میم از حروفی است که از همه حروف آسانتر است در تمام زبان ها. ما شما در اول طفل که کمی چی میشه مادر میگویند، منگه و تاسو پختانه ما شما مور وای. انگلیسا چی میگویند؟ مادر میگویند. کسی مم، کسی ممی، کسی ماما، کسی چی ممی میگوید. لیکن میم است. لیکن ما این میم را در او حروف شما میبینید که در اخیر است. بعد از او آسانتر با هست. با نوبت بابا می آید. لیکن با خو اونجا هست. به این خاطر موضوعی است عزیزان گرامی که در این سیستم از آسان و در تمام قواعد تجویدی پسند پیش شما می آید. شما فکر بکنین که شما تعامل شما با یک طفل خرد است 4 ساله. تصور نکنین که او بسیار کلان است، او بسیار نازک است، استعداد او به امو سویه هست، او نفسیت خاص خود را داره. به هر اندازه‌ای که به او سهولت ایجاد شود دلچسپی او بیشتر میشه، لیکن به هر اندازه‌ای که او به مشکل روبرو میشه او باز چی میشه. عزیزان گرامی در این سیستم ای است که اساساً از مکانیک خوانی ما شاگرد را میکشیم. فی الحال مشکلی که اغلبا موجود داره و یک طفل نمیتونه که زود ناظره قرآن را یاد بگیره مکانیک خوانی هست. یک شاگرد الف با تا ثا را یاد میگیره، لیکن امو شاگرد عزیزان گرامی مشکل عمده ما ای است که نه فقط در مدارس، حتی در مکاتب و در یعنی حتی با تحصیلات عالی مکانیک پیش میره. در نتیجه امی استعدادها رشد نمیکنه. در این سیستم ای است که ما اصلا از مکانیک خوانی شاگرد را میکشیم. او چی قسم میکشیم؟ در مورد هر حرف 3 تصور به او میتیم: نام شکل یک حرف، نام حرف و صدای حرف. و با شما میبینین که شکل گاهی مکمل میشه، گاهی نیمه میشه و گاهی فقط امو سر یک حرف چی میشه. وقتی که یک طفل به اساس حروف را بخوانه، امو روز اول یک حرف را که خوانده در امو روز در تمام قرآن او را هم شناسایی کرده میتونه، هم او را خوانده میتونه. لیکن اگر مکانیکو یاد بگیره، امو حرفی که خوب او را یاد گرفته در امو صفحه یاد داره، در صفحه بعدی او را نمیفهمه. به این خاطر عزیزان گرامی به این سیستمی چی شده که از مکانیک خوانی ما شاگردان را میکشیم، در اونا استعداد ایجاد میکنیم، استعداد در اونا ایجاد میکنیم. شما ای را که یاد گرفتین جعل، صلح، شفع، جمع، بعث، نفع، رکع، کل اینا را یاد گرفت، چون که او قالب است به این انداخته برین. فهمیدین؟ یعنی معنی چی است؟ مثلا شما اگر نصره را یاد گرفتین، پیش روی شما این قدر کل چیزا را در امروز یاد گرفتین. مثلا نصره ینصر، خلق، کفر، ذکر، عبد، فضل، یفضل، دخل، یعنی او را یاد گرفتین. یعنی ما به شما ایرا میگویم که متد و تکنیک است و کل کلمات قرآنی هست، از قرآن گرفته شده، استعمال شده، هم ماضیش استفاده شده، هم مضارعش، هم فاعلش، هم مفعولش، هم مصدرش و هم امرش، هم نهی. ایرا که یاد گرفتین مثلا یک قالب را و دیگه کلی کلمات را در مو قالب انداخته برین، امو قسم دور میشه. به هر حال عزیزان گرامی
امروز خو از ما و شما فقط وقتی که شما قلقله را تدریس میکنین، قلقله میبینین که در یک موتر سوار هستن، حروف قلقله چکر میرن و پیش روی موتر چی آمده؟ چی آمده؟ شما نمید و ڈرائیورم گنگس است، امیطور بجمپ چی شده؟ بالا شده و جمپ تیر شده. وقتی که موتر به سرعت از جمپ بالا میشه چی میشه؟ تکان میخوره. و حقیقت قلقله امی است. یعنی شما خو اصلا قصه کردین لیکن کلان یک چی تجویدی را فهماندین. از این پیشی قضیه سکون بود، از این مثلا چی را صحیح معلوم نمیشه. خو اجتماعی خراب است. این قضیه تشدید است و بامی قسم. عزیزان گرامی، ما وقتی که تصور صداها را با اطفال میتیم با همون شکل موجود نه که بخوانین بچه مسجدون، نه. تصور صدا اینجا اصلا داده میشه. صدا، شما صدا را شنیدین، صدای اذان، این حروف ما می قسم صدا داره. شما وقتی که میخوانین مسجدون، با طفل مطلوب از شما مطلوب نیست که سری و مسجدون یاد بگیرین. مطلوب است که امو صدای میم را او تفکیک بکنه. شما میتور نشان داده برین تاکه صدا را او بفهمه. صدا را که یک جای فهمید باز امو صدا را در کل قرآن خودش خوانده میتوانه. عزیزان گرامی، تفصیلی کل چیزا می آیا انشاءالله. فقط یک چیز دیگه به شما میگویم که ما دای سیستم ای است. مثلا درس زبر یا صداها وقتی که با یک طفل اینجا تدریس میشه، در نتیجه درس یک روز که زبر را شما تدریس کردین، تمام کلمات قرآنی که به زبر نوشته شده طفل توانایی ایرا داره که خودش ایرا بخوانه. مثلا شما ایرا میبینین این حروف صحیح صدای زبر بالاش نوشته شده. جایی که ما امی پوینتر را میمانیم شما بخوانین نه؟ ای چی است؟ نه سواد را میپالیم. ای یک بار دیگر بخوانین. نه سوا را. شاگرد ایره چون که صدای چی را فهمید، وقتی که نه سوا را خواند یک کلمه هست. در حقیقت چی کلمه است؟ نصارا. تنها که خواند به این خاطر خواند که پرکتسش انوز ابتدایی است. لیکن وقتی که کل زبر را و تمرین زبر را بکنه، تمام کلمات ممکن 2000 3000 4000 کلمه به زبر نوشته شده در قرآن کریم. انوز سروی معنی کردیم خوشت به امی اندازه باشه، در یک روز را خوانده میتونه. فهمیدین؟ یعنی وقتی که تصور صدا شما به این شکل بتین، خود به خود تصور زیر، تصور پی اموز نو صدایی که ما شما داریم با امی قسم به تفصیل خوانده میشه. خب عزیزان گرامی، امروز خو وقت ما شما کم هست، فقط معرفی هست. خلاصه ای است که این 10 موضوعی که شما میبینین، ای را هر کس که یاد بگیره، اگر 4 ساله طفل باشه یا 80 ساله پیرانه سال باشه، هر کس که ای را یاد گرفت و قرآن خوان میشه. این متد چی کرده؟ امی 10 نقطه را به شیوه آسان تفهیم کرده و استاذا امی متد را یاد میگیره و امی قسم تدریس میکنه. فهمیدین؟ نه خلاصه ای. و بعد از او چیزی قرآن فهمی است. شما آل خوب ما و شما فقط ناظره قرآن را داریم. امی قسم دایی هم این تکنیکا و متدها به کار رفته و هدف ای است که فاصله که از لحاظ فهم قرآن از او هم از بین بروه. شما ملاحظه میکنین عزیزان گرامی، مصحف مدنی که هست ای 600 صفحه داره و در هر صفحه 15 سطر است و در هر سطر تقریبا 9 کلمه هست. به این ترتیب 78,000 کلمه است در قرآن کریم. اگر ما و شما در سال 1000 کلمه را یاد بگیریم، اگر این را یاد بگیریم 78 سال ما
چی میشه؟ این قدر عمر کی داره؟ لیکن موضوع این است که اصل کلمات 17,000 است و این 78,000 بار تکرار شده. بعد از او به یک طریقه بسیار آسان عربی را که شما یاد میگیرین، قواعد عربی در 19 روز 4,500 کلمه میمانه. 4,500 کلمه. و دایی ما فقط دو خصوصیت ای را به شما میگویم. یکیش ای است که پیش روی شما هست، این تصور و احساس است، اینجا دعا است، اینجا ارزیابی است، اینجا پلان است و اینجا تبلیغ. این به این خاطر جور شده این 5 نکاتی برنامه که ما قرآن کریم را به زندگی خود ربط بدیم. و این ربط این قسم است که من بعد که ما و شما آیات را میخوانیم یا تلاوت میکنیم یا میشنویم، تصور و احساس بکنیم که ما مخاطب هستیم. ما این به یهود مدینه نیست یا به منافقین مدینه یا به مشرکین مکه یا به ما مخاطب هستیم. صحیح. نقطه دومی است که دعا بکنیم که یا الله دایی آیات چیزی که مفاهیم است اورم به ما عطا فرما و دایی عمل هم به ما توفیق عطا فرما. بعد از او ارزیابی هست که در روشنی امو آیات را که ما خواندیم خود را ارزیابی کنیم که ما از لحاظ عمل در کجا هستیم. بعد از او پلان است، اگر در عمل پایین بودیم کوشش بکنیم پلان جور کنیم که عمل ما به این آیت چی شود. و بعد از او تبلیغ است، رساندنی پیام به دیگران. یک چیزی را که ما فهمیدیم این را فوراً باید به دیگران برسانیم.